سابق رهبر اول ازبکستان زمان شوروی و رئیس سابق شورای ملت‌های SSSR رفیق نشانوف روز 11 ینور سال 2023 همگی 4 روز قبل از زادروز 97مش از عالم چشم پوشید. در این باره ژورنالیست ازبک رحیمجان سلطانوف از دوستان نزدیک خانواده نشانوف خبر داد. بنا به اطلاع رحیمجان سلطانوف، رفیق نشانوف که از سال 1989 در مسکو زندگی میکرد در خارج وفات کرده است. او در کدام کشور در گذشتن نشانوف را نگفت، ولی بنا به اطلاع دریافته رئیس سابق پارلمان اتحاد شوروی را یا در ژنو به خاک می سپارند و یا در ازبکستان. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه که در سالهای 70 زیر رهبری رفیق نشانوف در سفارت SSSR در شریلانکا کار کرده بود، از او به نیکی یادآوری کرده است. رفیق نشانوف را همچون رفیق کلانسال و استاد خردمندی که به من به میدان دیپلماتی بزرگ روخت داد قدردانی میکردم. در نخستین سفر خدمتی خارجیم در کلمبو من زیر رهبری او کار میکردم. نقل قول کرده از خدمات مطبوعات وزارت خارجه روسیه از سخنان لاوروف. رفیق نشانوف 15 ینور سال 1926 در دهه غزلکنت نویه بوستاندق در قزاقستان به دنیا آمده است. اجدادان او اشعار سبز بودند. بخصوص در دوران رهبر اول ازبکستان بودنش آوازه های زیادی بود که رفیق نشانوف در اصل تاجیک است ولی مجبور است که این را پنهان کند. اما یگان دلیل حجتی در این رابطه یگان جا چاپ نشده است. رفیق نشانوف از سن 17 در ساختارهای کمسبال به کار سر کرده. سال 1951 در سن 25 به کار پرتوی گذشت. او همزمان به مکتب عالی داخل شده و سال 1959 دانشکده شبانه آموزگاری تاشکند را با اختصاص معلم تاریخ ختم کرد. سال 1962 در سن همگی 36 رفیق نشانوف رئیس کمیته اجرایی شهر تاشکند به اصطلاح امروزه شهردار پایتخت ازبکستان تعیین شد و سال 1963 الکی به مقام بلند کاتب کمیته مرکزی و عضو بیوروی حزب کمونیستی ازبکستان رسید. سال 1979 رفیق نشانوف به کار دیپلماتی گذشت و سال 1978 سفیر اتحاد شوروی در شریلانکا و مالدیو و سپس سفیر شوروی در اردن بود. لازم به ذکر است که هنگام سفیر در شریلانکا بودن نشانوف، وزیر کنونی امور خارجه روسیه سرگئی لاوروف تازه بعد ختم دانشگاه در آن سفارت باعث رفرنت عادی کار میکرد. سال 1985 رفیق نشانوف به ازبکستان برگشت و یک سال وزیر کارهای خارجه این جمهوری و از سال 1986 تا 1988 در مقام رئیس ریاست شورای عالی پارلمان وقت ازبکستان کار کرد. سال 1988 وقتی که انعامجان عثمانخواجاєف کاتب یکم کمیته مرکزی حزب کمونیستی ازبکستان و صدها منصبدار دیگر ازبک را با جرم کروپسیا حبس کردند، رفیق نشانوف کاتب یکم و عملا رهبر اول ازبکستان تعیین شد.